سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یه ویدیو دیگه از سری ویدیوهای این پلیلیست که برای ابزارهای کاربردی هستش در خدمتتون هستم. سعی میکنم اون ابزارهای آنلاینی که خیلی به دردتون بخوره تو کیفیت و سرعت کاراتون اینجا معرفی بکنم. اولین ابزار بدون معطلی بریم سراغش، rapidtag.io، یه ابزار فوق‌العاده برای ساخت تگ‌های کاربردی. یه جوری به عنوان کلمه کلیدی هم من ازش استفاده میکنم و برای ساخت محتواها. وقتی که واردش میشید یه همچین صفحه رو مشاهده میکنید. این قسمت یوز تگ جنریتور رو بزنید. در اینجا اون تگ مورد نظرتون رو بزنید. مثلا حالا من بورس رو میزنم، اینتر. تگ های پرکاربردش اینجا اومد و میتونید ازشون استفاده کنید. چجوری؟ اینجا یه دونه دکمه کپی تگ داره، میزنید کپی میکنه و تو اون قسمتی که نیاز دارید حالا دسکریپشنش میتونید وارد کنید. حتی میتونید از اینها الگو بگیرید، از این کلمات و کانتنت مورد نظرتون رو در واقع حالا چه به صورت ویدیویی چه متنی بسازید. ابزار خوبیه. بریم سراغ ابزار بعدی. GoCharting.com یه ابزار فوق‌العاده برای کسایی که تو بازار مالی فعالیت دارن. یه جوری آلترناتیو و این یه ابزار خیلی خوب هستش و فرقش با تریدینگ ویو این هستش که خیلی از آپشن ها و تولزایی که داره رایگانه، ولی تو تریدینگ ویو شما باید هزینه‌اش رو پرداخت بکنید. البته نمیخوام بگم این کاملا رایگانه، اینم یه پلن پولی داره، ولی به نظر من کاربر خیلی دستش بازه تو بحثای استفاده از ابزار. خب وقتی که وارد این سایت میشید، قسمت پروداکت، از این منو وارد قسمت چارت بشید. از اینجا این بالا سمت چپ اون ارز مورد نظرتون رو تایپ کنید. الان ما USD رو میزنیم. میبینید که لیست کامل میاد و شما میتونید از بین اینها اون ارز جفت ارز مورد نظرتون انتخاب کنید. مثلا ما میگیم AUD USD، دلار استرالیا به دلار آمریکا رو تغییراتش رو میخوایم ببینیم. ببینید اینجا شما دو تا قسمت دارید. یه بحث افقیه که زمان رو تعیین میکنه، یه بحث عمودی که قیمت رو تعیین میکنه. وقتی که اسکرول ماوس رو میچرخونید میتونید توی این حوزه در واقع زوم این زوم اوت کنید و بازار رو به صورت کلی تر یا جزئی تر ببینید. اینا کندلا هستن که بحث‌های قیمتی روش تعیین میکنه و کسایی که حالا تو زمینه ترید و بازار مالی هستن اینا رو خوب اطلاعات دارن و این ابزار مخصوصا به درد اونا خیلی میخوره و میتونید تا از ایناشون صرفه جویی کنید، چون توی تریدینگ ویو حالا پلنایی که باید خریداری کنن که کارشون رو بخوام پیش ببرن خب باید هزینه کنن، ولی تو اینجا میتونن از این تولزا به صورت رایگان استفاده بکنن و دقتش هم همونه و خیلی میتونه کمکشون کنه. این از خب حتی برای کسایی که تو بازار سنتی هم هستن و تو حوزه تجارت آنلاین نیستن هم میتونه روزانه مثلا قیمت ارزها و قیمت حالا فلزات گرانبها رو از اینجا چک کنن و خیلی میتونه کمکشون کنه که هم یه ابزار فوق‌العاده است تو این زمینه که خواستم بهتون معرفی بکنم. خب بریم سراغ ابزار بعدی. auphonic.com که یه سایت فوق‌العاده است به نظر من. بحث حذف نویز صدا که از طریق AI این کار رو انجام میده و دقت بالایی داره و میتونید ازش استفاده کنید. وارد این صفحه که شدید میتونید همینجا رکورد صداتون انجام بدید یا اینکه این کلیک رو انجام بزنید و فایل ضبط شده‌تون رو با کیفیت اصلی که حالا با نویز هستش اینجا آپلود کنید. یه کادری باز میشه که میگه که اون الگوریتمی که میخواید اجرا بشه، کاری که میخواید انجام بشه رو صداتون رو بگید. میخواید که صدا پاک بشه و فقط موزیک بمونه
یا اینکه موزیک رو حذف کنیم فقط صدا رو واضح کنیم، یا اینکه صدا صاف بشه و اون بک‌گراند در واقع صدا رو حذف کنیم. همه اینها رو در واقع اینجا میتونید براش تعیین بکنید که معمولا برای حذف نویز و پاک کردن صدا که با کیفیت خیلی خوبی انجام میده، من خودم همین گزینه رو استفاده میکنم. میتونید انتخاب کنید و بعد استارت پروسسینگ رو بزنید. حالا تو این مرحله شما باید لاگین انجام بدید. وقتی که لاگین میکنید خودشون فایل رو ارزم به حضورتون که آپلود میکنه و بعد تغییرات رو انجام میده و در نهایت فایل خروجی رو برای دانلود در اختیارتون قرار میده که میتونید اون رو دیگه استفاده کنید. این خیلی ابزار خوبی هستش، ایوفونیک، که من هم خیلی ازش استفاده میکنم. ابزار بعدی livingcast هستش، livingcast.org. جز ابزارهای در واقع چند ابزار خیلی مهم و دقیق میتونه باشه یه جوری برای بحث هزینه زندگی تو شهرهای مختلف. و همونطور که میبینید میگه مقایسه هزینه زندگی در 9294 شهر و 197 کشور. هرچند اینها یه درصد خطایی دارن ولی میتونه یه دید کلی و خوبی برای کسایی که میخوان به یه شهری مهاجرت بکنن یا میخوان حتی مسافرت کنن، میتونه هزینه هاشون رو برآورد کنن از این طریق. از این بخش این ستون میبینیم بر حسب کشور رده بندی کرده و میتونه هزینه های کلی رو مشاهده بکنید. از این قسمتشون مثلا نیجریه داره میگه 870 هستش. cost of living rank by population. حالا رده بندی میگه بر حسب جمعیت توی این قسمت انجام شده. حالا چین میبینید که پر جمعیت ترینه. cost of living $686 احتمالاً در ماه داره در نظر میگیره. بای سیتی بر حسب شهر شما نگاه کنید، شهر مطرح رو اینجا آورده و هزینه هاشون رو پاپولیشن یعنی جمعیت مثلا هنگ کنگ رو داره میگه 7 میلیون و 7.41 میلیون نفر. کاست آف لیوینگش 2753. میبینید هنگ کنگ چی به این شکل. حالا اگرم خودتون بخواید موردی بررسی کنید مثلا میتونیم بگیم اینجا تورنتوی کانادا، اونتاریو و تگزاس برای من چیز مقایسه کنگاه. میبینیم اینجا تورنتو رو در واقع داره میگه کاستارینگ بر اساس یک فرد مجرد $2575 در ماه، ولی در تگزاس 1971. پاپولیشن جمعیت 2,072,072 میلیون نفر در تورنتو، 51,900 نفر در تگزاس. فامیلی رنتش مثلا میبینیم که مثلا در اینجا $2,665 در تگزاس ولی 2,236 داره. میگم این یه مقداری هم شما درصد خطا براش در نظر بگیر، ولی کلن جزء تازه سایت های مطرح هستش تو این زمینه که میتونه دید خوبی بهتون بده. حالا اینجا کاست آف لیوینگ بر حسب کشور رو میبینیم که اینجا رده بندی کرده. گرونترین موناکو هستش که میبینید که $7,366 در ماه کاست آف لیوینگ و ارزون تریناشون هم که دیگه در انتهای لیستن نپال و اجیپت هستن که 380 و 356. پاکستان ببینید 381. این از اینا بالاتره. در ما درآمد تیز کاست آف لیوینگ فرد هستش و به همین شکل. این ابزار خوبیه. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی میکنن در کنار این ابزار همدیگر رو خیلی کامل میکنن و یه چیز جالبی میشه. ابزار بعدی در واقع سایت نامبو هستش که کاست آف لیوینگ که اینجا این آدرسی که هسته شما بزنید وارد این سایت میشید. اینجا شما مثلا حالا شهرتون رو میتونید وارد بکنید. همون تگزاس رو من اینجا میزنم. تگزاس حالا این دفعه حالا خورده گرونترش کنیم نیویورک ببینیم اگر داره. بله نیویورک و یونایتد استیتس
اینجا میاد. شما همینجا میتونی کامپیرشو بزنی، مثلا بگی اینو مقایسه بکن با تورنتو. این خودش داره تورنتو کانادا. اینجا میتونید لاگین هم انجام بدید که دیگه حالا ولی نیازی هم نداره. یه سامری میده. Cost of living in New York 60% higher than the Toronto with. یعنی میگه که 60% هزینه ها در نیویورک گرونتر از تورنتو هستش. یعنی تازه بدون رنت، بدون تکس در نظر گرفتیم. Cost of living including rent in New York 87% بالاتر از تورنتو هستش. یعنی اون هزینه اجاره بها رو داره میگه که 87% بالاتر از تورنتو هستش و به همین شکل مثلا به حسب هزینه رستوران و هزینه های یه سری از به قول معروف حالا میشه گفت خوراکی ها و خوراک هستش و بحث خریدهای محلی، قدرت خرید محلی هستش که حالا داره میگه که در نیویورک 11.8% نوردت تورنتو، یعنی از تورنتو کمتر 11.8%. حالا اینا چیزایی که دیگه خودتون میتونید چک بکنید و ببینید. هزینه‌های ریزتری داره. این فرقیه بین این سایت و سایت قبلی که بهتون گفتم. ببینید خیلی جالبه. در رستوران هزینه‌های ریزشو داره میگه، تفاوتاشون رو داره بینشون میگه. خیلی ابزار خوبی و فوق‌العاده است. تو قسمت مارکت بر اساس میلک شیر مثلا داره میگه 1 لیترش در تورنتو اینقدر هستش، در نیویورک اینطوری هستش و در واقع در سطح رو داره میگه تفاوت‌هاشون رو. 1 کیلو سیب چجوریه، بغض چجوریه، قیمت‌ها دقیقاً همه مطرح شده. بحث حمل و نقل، بحث‌های کلاب‌های ورزش و بحث نگهداری از کودکان، بحث کلود پوشاک، رنت ماهانه، در واقع اجاره بهای ماهانه آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر به چه شکلی هستش. کاملا اینها رو مطرح کرده، میتونید ببینید. و اینکه یه نموداری رو اینجا داده، Cost of Living Index، یعنی شاخص هزینه زندگی که کاملا داره با چند تا شهر اینا رو مقایسه میکنه. حالا این نکته جالب توجه بعد از اینکه این موارد گفتم و گفتم خیلی های دیتیل تر هستش، اینه که خودتون دقت بکنید. شما میتونید کرایم رو تشخیص بدید، درصدش رو، یعنی جرم و جنایت رو تو اون شهر، کوالیتی آف لایف رو، بحث درمان رو، پولوشن، آلودگی هوا، ترافیک رو، همه اینها رو میتونید چک بکنید. من مثلا وقتی کرایم رو میزنم میگه کرایم در تورنتو کانادا لول آف کرایم 47 تا 82، این مودریت وسطه. میبینید کرایم رو این درجه هم رو نشون میده و خیلی جالبه. سیفتی رو داره میگه سیفتی واکینگ الان، این وقتی تو طول روز شما پیاده روی میکنی 74% امنیت داره و هایه و خوبه، ولی وقتی که میاد توی شب این اتفاق میفته میاد رو 51.96 و مودریت میشه. اینها رو میتونید در واقع در نظر بگیرید. بحث پولوشن رو میبینید تو بحث آلودگی، شاخص هوا 37.64 میشه. ایر پولوشن در واقع کم هستش، آلودگی هوا کمه در اینجا 33.88. میبینید کاملا میتونید همه اینها رو ببینید. بحث آلودگی آب آشامیدنی، همه اینها رو در واقع میتونید استفاده بکنید. خیلی ابزار عالی و مفیدیه. اگر قصد مهاجرت، قصد مسافرت دارید نسبت به در شهرهای مختلف، میتونید یه زمانی رو بذارید و این جزئیات رو بررسی بکنید نسبت به سایت‌های، نسبت به شهرهای مختلف، مقایسه رو انجام بدید به کمک این دو تا ابزاری که بهتون امروز معرفی کردم. ابزار بعدی در واقع گینگر هسته، gingersoft.com، ابزار خیلی خوب برای تصحیح خطای گرامری و در واقع لغوی انگلیسی هستش. از این قسمت وارد گرامر چکر میشید. این متن از قبل نوشته بودم
و دکمه کارکت رو که بزنید خطاها رو میده، میگه که شما قبلا این متن رو نوشتید این بوده، حالا در واقع باید این آپوستروف اینجا اضافه میکردید، I'm میگفتید، بیکازتون غلط دیکته داشته، یوزفولتون دیگه. من چون این رو دوباره ننوشتم که وقت ویدیو گرفته نشه، شما هر متن رو که اینجا بنویسید راحت دکمه کارکت رو که پایین بود میزدید کاملا هم بر دیکته ها رو میگیره، هم بحث گرامری رو بهتون معرفی میکنه. مثلا اینجا میگه که باید میگفتید the people، حالا people خالی بود، فلان دیشو نذاشته همشین. بعد میتونید کپی رو بزنید و جایی که میخواید در واقع متنتون رو پیست کنید. این هم ابزار خوبیه. توی تمام این ابزارها شما میتونید ثبت نام و لاگین رو تقریبا انجام بدید، ولی خیلی هاشون نیازی نداره و رایگان هستش و شما بدون لاگین کردن تا بدون پرداخت هیچ هزینه ای هم میتونید راحت استفادهاتون رو از این ابزارها انجام بدید. جایی که مثل همون آودیفونیک اگر نیاز باشه خودشون میگن که باید ثبت نام و لاگین رو انجام بدید که بتونید استفاده کنید. خب بدون معطلی بریم سراغ ابزار نهاییمون و یه نکته رم بعداً بهتون میگم نسبت به چیزی رو که میخوام تو ابزار نهایی بهتون بگم. ابزار خیلی جالبی که من برایش ویدیوی جداگونه و کاملم درست کردم، میرسیم و اون رو بهتون معرفی میکنم. ابزار بعدی این ویدیو ای آی هستش که این ابزار کمک میکنه از طریق ای آی شما ویدیو بسازی. سناریو رو میدی، متن رو میدی و براتون ویدیو میسازه. من امتحان کردم برای یک متن خیلی کوچیک، زمان زیادی رو برد تولید کرد، به خاطر همین من از قبل آماده کردم این کار. ولی وقتی که وارد این آدرس بشید، این ویدیو ای آی کامل میتونید در واقع این مسیر رو مشاهده کنید و خیلی میتونه کمکتون کنه. در اینجا میتونید کامل متنتون وارد کنید. مثلا دارم میگم وقتی جنریت ویدیو رو میزنید، اگرم مشکل داشته باشه از فهمش خودش آنالیز میکنه و این رو متوجه میشه. آنالایز شد، تینکینگ فکر میکنم در موردش. مراحل زیاده، دونه دونه در واقع روش پروسس انجام میده. فقط این نکته که داره این ابزار بحث جنریت ویدیو اگر بخواد 0 تا 100 خودش بسازه پولیه. من نگاه کردم فعلا پلنش پولیه، ولی اگر بخواد از فوتیج هایی که روی اینترنت هست استفاده بکنه به صورت رایگان براتون تولید رو انجام میده. من حالا چون زمان بر هستش قبلا یه ویدیو ساختم که اینجا مثلا در مورد سیب بود، میگه فالن ماتر ساختیم. ببینیم که ویدیو چطور بوده. High up in the tree, a plump apple grew. The sun warmed its skin. The wind whispered secrets. One day the apple grew so big it tumbled to the ground. And twigs, the apple rolled and rolled. جام بدید ببینید متن رو که داره نرییت میکنه اینجا دارید و میتونید ازش استفاده بکنید. این هم از این ابزار فوق‌العاده کاربردی مهم که از طریق هوش مصنوعی براتون ویدیو میسازه بر اساس متن. و اما ابزار بعدی که میتونه یه جورایی کامل کننده اون دو تا ابزاری که در مورد کاست آف لیوینگ هزینه‌های زندگی بود باشه، بحث آب و هوایی هستش که خیلی سایت دقیق و خوبی هستش از این حیث که بدور اسپاک هستش که از طریق این آدرس میتونید واردش بشید. شما اون شهری رو که میخواید راحت از این طریق میتونید سرچ بکنید و ببینید. حتی تهران رو هم داره یا میتونید سرچ بکنید و تغییر آب و هوایی رو کاملا مشاهده بکنید. حتی اینجا بحث فارنهایت میتونید رو سانتیگراد قرار بدی، سانتیگراد و این وضعش بادم کیلومتر بر ساعت من میذارم.
کاملا اینجا میگه بحث تغییرات دمایی رو استوریش که داره 2024 بر حسب سال تعیین کرده. مثلا حالا ما 23 رو بزنیم کاملا بر حسب ماه اینجا مشخص کرده، اینجا بر حسب درجه سانتیگراد مشخص کرده. کاملا میتونید متوجه بشید. قسمت دما رو، گرمایش رو میتونید اینجا چک کنید کاملا. یه قسمتی داره شما میتونید تهران رو با یه شهر دیگه فرضاً مقایسه کنید. حالا شهرهای زیادی رو اینجا قرار داده. آیا ببینیم تو شهرهای خود ایران هم بله چقدر دقیق خودی زنجان رو میتونید شما تهران و زنجان رو با هم مقایسه بکنید. زنجان خطوط سبز هستن که ببینید از لحاظ دمایی خب پایین تره نسبت به تهران و خنک‌تره و طول سال میتونید این روند رو ببینید. این رو میتونید برای اون شهرهایی که در واقع حالا قصد مهاجرت یا مسافرت رو دارید بحثای آب و هواییش رو از طریق این ابزار چک کنید که میتونه خیلی کمکتون کنه. اینجا نوشته که شانس آسمان آبی بین این دوتا مثلا درصدشون رو داره میگه که چقدر میتونه باشه از لحاظ طول سال و اینها رو همه رو میتونه خیلی پارامترهای زیادی رو چک میکنه. یعنی مختص آب و هواست و به نظر من یکی از دقیق ترین سایت ها در این حوزه هستش. خب بریم سراغ ابزار بعدی. اینم از این ابزار هواشناسی خیلی خوب برای کسایی بود که در واقع میخواستن استفاده بکنن از اطلاعات داشته باشن در مورد بحث آب و هوایی. ابزار بعدی پکسلز هستش. البته از این تیپ ابزارها زیاده که بحث فوتیج در واقع عکس و ویدیو هست. خیلی میتونه کمک کنه تو بحث ساخت محتوا. یکی از معروفاش همین سایت پکسلز هستش که شما میتونی به عکس‌ها و ویدیوهای رایگان دسترسی داشته باشی بدون کپی رایت و استفاده بکنی. البته یه چیزی بگم، قبل از اینکه بخواید این ابزارها رو در واقع از محتوای اینجور سایت ها استفاده بکنید حتما تو بحث لایسنس این موارد رو مطالعه کنید که شما تو چه چیزایی اجازه دارید استفاده بکنید از این عکس و ویدیو و تو چه چیزهایی تو چه مواردی اجازه ندارید. خب بریم سراغ این که ببینیم این در واقع شما تو هر زمینه‌ای که بخواید در واقع تقریبا اینجا عکس و ویدیو میتونید پیدا بکنید با کیفیت‌های خیلی عالی که مناسب هستش برای ساخت محتوای ویدیویی برای یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی. مثلا حالا همون یه چیز خیلی ساده بوک وقتی سرچ میکنیم 46,000 تا عکس پیدا کرده، 11,000 تا ویدیو پیدا کرده و 3,500 یوزر تو این حوزه فعالیت کردن. ببین کاملا میتونید چیزایی که مربوط به بوک هستش رو ببینید، حتی ویدیوهاش رو میتونید ببینید و استفاده بکنید ازشون. مثلا این ویدیو رو میخواید دانلود کنید، روش کلیک میکنید، سایز دانلودتون رو معین میکنه و دانلود رو میزنید. به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. این مخصوصا برای کسایی که تو بحث ساخت محتوا فعالیت میکنن میتونه یه منبع خیلی عالی باشه. حالا از این دست سایت ها من بهتون معرفی میکنم، حتما استفاده کنید، مفیده. و اما ابزار آخر که من برایش ویدیو جداگونه‌ام آماده کردم، توی کانال قرار دادم، بحث در واقع هوش مصنوعی هست و ساخت تصاویر از طریق هوش مصنوعی هست که میتونه خیلی کمک کنه. شما وقتی که وارد در واقع این سایت میشید app.leonardo.ai میبینید که یه همچین صفحه باز میشه. حالا باید حتما لاگین کنید. وقتی لاگین کردین حالا لاگین و ثبت نامش هم خیلی راحت. از این طریق وارد
قسمت ساخت محتوا میشید و میتونید خیلی راحت از این بالا، حالا من اینو قبلا نوشته بودم، هرچی که بخواید، مثلا happy child میزنید، جنریت رو میزنید و تولید رو براتون انجام میده. خیلی آپشن داره، ببینید این سایت خیلی آپشن داره، خیلی گزینه‌های پرکاربرد داره، خیلی کارهای در واقع محتوای عکسی براتون انجام میده، ادیت انجام میده، سایز عکس رو کم و زیاد میکنه. ببینید این تولید رو براتون انجام داد، راحت هم میتونید از این طریق دانلودش بکنید. ولی اگر بخواید کامل این ابزار رو متوجه بشید، یه ویدیو کامل براش تولید کردن که از طریق کانال میتونید اون رو، کانال زایدی اسکیلز در واقع، میتونید اون رو مشاهده کنید. خب خیلی خوشحال شدم. اینم از این ویدیو. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. من سعی میکنم که ابزارهایی که آنلاین پر کار بردن رو براتون توی این پلیلیست قرار بدم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر ابزار دیگه رو میشناسید که میتونه مفید باشه برای دوستان توی موضوعی که معرفی کردیم، تو بخش کامنت ها بپرسید. اگر آموزشی مد نظرتون هستش که میخواید براتون آماده کنم، تو بخش کامنت ها در واقع مطرح کنید. و اگر فکر میکنید ویدیو میتونه برای دوستاتون مفید باشه، اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از همگی و فعلا خدا نگهدار.